دیدی تو فیلم ها یه خونه آتیش میگیره، اونی که تو خونه مونده میدوه میره در پنجره، تو صورتش معلومه ترسیده، ولی ترس از ارتفاع نیست، از آتیشای پشت سرش هم نیست، ترس از اینه که مرگ رو باور کرد. چی شده؟ همون سکته کرده. کی بهت خبر داد؟ مامان. کدوم بیمارستان؟ تموم کرد. شمارش خوب بود، یادم رقصید. زنگ زده به شایان، گفتم بابات رفت، خیلی به هم ریخت. میشه شایان میاد اینجا، بیاد خونه شما؟ چقدر منو دوست داری؟ الان وقت این حرف هست. شایان داره میاد. عشق قدیمی گیتی جون. چیکار کنم؟ رها کن. مجید نسخ برم. من برای یه چیزای مهمتر از این اومدم. خیلی وقت بابام خاک کردم. بس برای انتقام اومدی؟ دختر گناه داره، زندگی داره. دیدین مریض من میمیره برام. تو فکر میکنی من از پس تو بر نمیام؟ جلو من در نیا. گفت که برو بیرون. بس دیگه اینقدر احمقانه حرف نزن. گیتی زن منه. همه چی تو شایان خلاصه میشد. تو اون ذهن مریضت باعثش شدی. دکتری؟ اصلا دکتر خوبی نیستی. خیلی ترسناک. ترسناک؟ چرا؟